به فضای ما برای تفکر خوش آمدید. امروز به بررسی سخنان جلال الدین رومی شاعر عشق و روح خواهیم پرداخت. موضوع امروز قدرت عشق مولوی و معنای تسلیم شدن در برابر کیهان است. دعوتی برای دیدن عشق به عنوان نیرویی که دگرگون می کند، آزاد می کند و دوباره متصل می کند. لحظه‌ای بنشینید، نفس عمیقی بکشید، اجازه دهید چند کلمه توجه شما را به درون هدایت کند، مانند فانوس دریایی آرامی که قایقی را در شب هدایت می کند. مولانا در قرن 13 میلادی میزیست. او معلم، شاعر و سالکی بود که تجربه معنوی خود را به ابیاتی تبدیل کرد که فراتر از زمان و فرهنگ هستند. او از عشق به گونه‌های سخن می گفت که بدون تحمیل قوانین یا آیین‌ها قلب را لمس می کند. سخنان او با هر کسی که تا به حال احساس اشتیاق کرده، عاشق شده، گم شده و آرزو داشته خود را دوباره پیدا کند، سخن می گوید. امروز من این صدای باستانی را به اینجا و اکنون می آورم تا با هم بپرسیم که تسلیم شدن در برابر جهان هستی واقعاً به چه معناست و چگونه این حرکت می تواند زندگی روزمره ما را تغییر دهد. اگر از این نوع محتوا لذت می برید، در کانال عضو شوید و نظر خود را با نام و شهر محل سکونتتان بنویسید. حضور شما در اینجا مهم است. وقتی نام و شهر خود را در نظرات به اشتراک می‌گذارید، دیگران احساس می‌کنند که تنها نیستند و جامه‌هایی از قلب‌های بیدار وجود دارد. اگر می‌خواهید همین حالا این کار را انجام دهید، این یک حرکت کوچک است که ارتباط ایجاد می‌کند. مولانا ابیات زیادی را برای ما به یادگار گذاشته که مانند نقشه‌هایی برای روح به نظر می‌رسند. یکی از مشهورترین عبارات او می‌گوید: تو قطره‌های در اقیانوس نیستی، تو اقیانوسی در قطرهای. این تصویر ما را دعوت می‌کند تا ببینیم که در درون هر یک از ما چیزی عظیم، عمیق و پیوند دهنده وجود دارد. ما قطعات گم شده نیستیم، بلکه کلیتی در مقیاس کوچک هستیم و وقتی این رو درک کنیم، عشق دیگر صرفاً احساسی معطوف به کسی یا چیزی نیست و به جوهرهای تبدیل می شود که همه چیز را به هم پیوند می دهد. منظور مولانا از این حرف چه بود؟ اولاً او به ما یادآوری می کند که جدایی اغلب یک توهم است. در شتاب زندگی روزمره ما معتقدیم که تنها هستیم، توسط مشکلات، شکستها و ترسها منزوی شده هایم. اما اگر با کمی توجه بیشتر مشاهده کنیم، خواهیم دید که آنچه ما را از درون سازماندهی می کند، همان چیزی است که کل جهان را سازماندهی می کند. هر احساسی، هر آرزویی، هر دردی و هر شادی پژواک‌های بزرگتری دارد، ریتم‌هایی که با ستارگان دوردست و تپش قلب موجود دیگری ترکیب می شوند. وقتی این را درک کنیم، عشق به یک پل تبدیل می شود. و اگر عشق یک پل باشد، تسلیم شدن در برابر جهان به عبور از آن پل با اطمینان تبدیل می شود. در دنیای مدرن به ما یاد می دهند که کنترل کنیم، برنامه ریزی کنیم و از خطرات دوری کنیم. تسلیم شدن ممکن است مانند از دست دادن کنترل، مانند یک تسلیم خطرناک به نظر برسد. اما مولانا جنبه دیگری از این تسلیم را به ما نشان می دهد. این موضوع مربوط به ضعف نیست، بلکه مربوط به شجاعت است. تسلیم شدن به معنای تشخیص این است که نیروهای بزرگتر از اراده محدود ما وجود دارند و انتخاب این که هماهنگ با آنها عمل کنیم. این به معنای دست کشیدن از مبارزه با جریان درونی و یادگیری شنا کردن با جریانهای آن است. این به معنای اعتماد به این است که حتی در فقدانها دگرگونی وجود دارد، حتی در درد دری وجود دارد که به معنای جدیدی باز می شود. یک موقعیت ساده و روزمره را تصور کنید. با یک ناامیدی روبرو می شوید. شاید عشقی که به سرانجام نرسیده، شغلی که از دست دادهایت، دوستیایی که سرد شده است. اولین واکنش رایج این است که محکم بچسبید، مقاومت کنید و سعی کنید نتیجه را کنترل کنید. مولانا ما را به واکنش‌های دیگر دعوت می‌کند. چه می‌شد اگر به خودتان اجازه می‌دادید که درد را به طور کامل احساس کنید بدون اینکه برای رفع آن عجله کنید؟ چه می‌شد اگر می‌پذیرفتید که غم نوعی پاکسازی است، فرآیندی که آنچه واقعاً مهم است را آشکار می‌کند؟ با تسلیم شدن به این احساس بدون تظاهر، به عدم وجود آن، فضایی را برای ظهور چیز جدیدی باز می‌کنید.
تسلیم شدن به معنای رها کردن زندگیتان نیست، بلکه پذیرفتن این است که زندگی چیزی از شما می‌خواهد: حضور، صداقت و شجاعت. در قلمرو روابط، ایده تسلیم ترس را برمی‌انگیزد. ترس از دست دادن هویت، ترس از رنج. مولانا به ما یادآوری می‌کند که عشق واقعی هرگز از شما نمی‌خواهد که خودتان را گم کنید. برعکس، شما را دعوت می‌کند تا خودتان را پیدا کنید. وقتی دو نفر به طور بالغانه یکدیگر را دوست دارند، هر کدام برای خود اقیانوسی هستند و با هم یکدیگر را در آن عظمت می‌شناسند. تسلیم سالم مواجهه‌ای از تمامیت است، نه ادغامی که مرزها را از بین می‌برد. این به معنای احترام به فضای خود و دیگری است، در حالی که به خودتان اجازه می‌دهید موانعی را که مانع صمیمیت واقعی می‌شوند از بین ببرید. عشق ورزیدن یعنی پذیرفتن اینکه دیگری نیز وسیع است و به جای ترس از آن وسعت را جشن بگیرید. در کار و خلاقیت، تسلیم شدن به جهان هستی به معنای گشودگی به الهاماتی است که از ورای نفس میآیند. چند بار سعی کرده هاید ایده‌های را تحمیل کنید، در الگوها گیر کرد هاید و فقط به ناامیدی رسید هاید. مولانا میگوید خلاقیت زمانی متولد می شود که از کنترل دست بردارید و بگذارید قلبتان قلم را هدایت کند. تسلیم شدن به این معنا فروتنی خلاقان است. یعنی بپذیرید که همه پاسخها را ندارید و پذیرای غیر منتظره ها باشید. وقتی این اتفاق می افتاد، پروژه هایی که دشوار به نظر می رسیدند سبکتر می شوند، راه حل ها به شیوه های شگفت‌انگیزی ظاهر می شوند و آنچه که سفت و سخت بود به جریان تبدیل می شود. تسلیم همچنین ارتباط مستقیمی با شفا دارد. یک بیت معروف از مولانا وجود دارد که می گوید زخم محل ورود نور است. این عبارت به ما یادآوری می کند که دردهای ما فقط زخم نیستند، بلکه درهایی هستند. وقتی تسلیم فرایند شفا می شوید، اجازه می دهید نور از میان این زخم‌ها عبور کند. این تسلیم نیاز به صبر دارد، زیرا شفا خطی نیست. گاهی اوقات 2 قدم به جلو و 1 قدم به عقب طول می کشد. اما اگر نیت درس گرفتن از هر تجربه را حفظ کنیم، درد به خرد تبدیل می شود. و این خرد عمیق‌ترین شکل عشق به خود است. حالا میخوام چند سوال از شما بپرسم، سوالاتی که به عنوان بازتاب‌هایی برای سفر خودتان عمل خواهند کرد. آیا می توانید لحظه‌هایی را به یاد بیاورید که تسلیم شد آید و به همین دلیل چیزی بزرگتر از آنچه انتظار داشتید دریافت کرد آید؟ وقتی به تسلیم شدن در برابر ناشناخته‌ها فکر می‌کنید، چه ترسی در شما ایجاد می‌شود؟ چه مقاومت‌های کوچکی روزانه در شما ایجاد می‌شود که مانع از اعتماد بیشتر شما می‌شود؟ اگر می‌توانستید نام‌های به آن مکان درون خود که ترس در آن ساکن است بنویسید، چه می‌گفتید؟ سوالاتی از این دست پاسخ‌های آماده نمی‌خواهند. آنها سکوت، گوش دادن و صداقت را می‌طلبند. در صورت امکان، ویدیو را متوقف کنید و بگذارید این سوال برای چند دقیقه آرام بگیرد. گوش دادن به خودتان عملی از روی عشق است. بگذارید یک تمرین ساده و کوچک را با شما به اشتراک بگذارم که میتواند به پرورش این نگرش تسلیم کمک کند. صبحها قبل از شروع کارهای روزانه چند دقیقه بنشینید. با ذهن خود نفس بکشید و عبارت کوتاهی مانند این را تکرار کنید. من خودم را به روی آنچه مرا با عشق در آغوش میگیرد باز میکنم. هر نگرانی را به نفس خود بسپارید. گویی که به آرامی دست خود را روی قلب خود میکشید. در طول روز وقتی احساس اضطراب میکنید به این نفس برگردید. این تمرین است. اعتماد به نفس آماده به دنیا نمی آید، بلکه با تکرارهای شجاعانه ساخته می شود و هر تکرار امنیت را جمع می کند، مانند رودخانها که مسیر خود را می پیماید. تسلیم شدن در برابر جهان هستی همچنین شامل پذیرش نقص است. مولانا عشق را چیزی صیقل یافته و بی عیب و نقص نمیدید. برای او عشق رقصی است که شامل لغزش‌ها، افتادن‌ها و از نو شروع شدن‌ها می شود. اگر از خود یا دیگران انتظار کمال داشته باشید، همیشه در دام یک استاندارد دست نیافتنی گرفتار خواهید شد. در عوض ما شما را دعوت می‌کنیم تا زیبایی ناقص بودن را بپذیرید. وقتی ناقص اما صادقانه عشق می‌ورزید، فضایی برای رشد ایجاد می‌کنید. این پذیرش رهایی بخش است. به شما این امکان را می‌دهد که از مقایسه خود با نسخه‌های ایدئال خودتان دست بردارید.
و شروع به جشن گرفتن سفر واقعی، سفری که از تلاش‌ها، خطاها و یادگیری‌ها ساخته شده است کنید. بعد مهم دیگر، تسلیم شدن در برابر زمان است. ما در فرهنگی زندگی می‌کنیم که نتایج سریع را می‌طلبد. مولانا به ما یادآوری می‌کند که همه چیز با سرعت خودش اتفاق می‌افتد. اگر امروز بذری بکارید، نمی‌توانید انتظار گل فردا را داشته باشید. تسلیم شدن در برابر زمان به معنای اعتماد به روند تکامل است. این درک است که برخی از پاسخها فقط با بلوغ به دست می‌آیند. این اعتماد اضطراب را کاهش می‌دهد و حضور ما را بازیابی می‌کند. به جای چسبیدن به آینده یا ماندن در گذشته، یاد می‌گیریم که در تنها مکانی که زندگی واقعاً در آن اتفاق می‌افتد، ساکن شویم. اکنون حالا از شما دعوت می‌کنم صحنه‌هایی را تصور کنید. یک مزرعه وسیع را زیر آسمان تصور کنید. باد علف‌ها را تکان می‌دهد و صدایی ملایم مانند یک آهنگ باستانی با خود می‌آورد. در این مزرعه شخصی وجود دارد که نماینده شماست. آنها بدون عجله راه می‌روند و با کنجکاوی و لطافت به اطراف نگاه می‌کنند. این شخص رودخانه‌هایی را پیدا می‌کند که آرام جریان دارد. در رودخانه پلی وجود دارد. پل عشق است. برای عبور از آن نیازی به دویدن نیست. فقط با اعتماد به نفس قدم به قدم راه بروید. با عبور چیزی از دست نمی رود. برعکس، فرد خود را عمیق‌تر، وسیع‌تر و در آرامش بیشتری می یابد. این تصویر یک دعوت است. به درون خود نگاه کنید و از خود بپرسید: آیا من حاضرم امروز این قدم را بردارم؟ تسلیم شدن در برابر جهان هستی نیز نیازمند سپاسگزاری است. وقتی تشخیص می دهید که بخشی از چیزی بزرگتر هستید، سپاسگزاری به طور طبیعی در شما ایجاد می شود. این سپاسگزاری اجباری و تزیینی نیست، بلکه حس عمیقی از شگفتی در زندگی است. حتی در شرایط به ظاهر دشوار، هدایای کوچکی وجود دارد. یک لبخند، یک گفتگو، طعم غذا، نوری که از پنجره میتابد. سپاسگزاری درها را باز می کند. شیمی درونی ما را تغییر می دهد و ما را نسبت به حمایتی که ما را احاطه کرده است پذیراتر می کند. مولانا در اشعار خود همیشه به سپاسگزاری به عنوان حرکتی که قلب را سبک و هوشیار نگه می دارد باز می گردد. همچنین می خواهم به دلهرهایی که بسیاری هنگام بحث در مورد تسلیم شدن احساس می کنند بپردازم. ترس از دست دادن کنترل. طبیعی است که بخواهیم خود مختاری خود را حفظ کنیم. با این حال دو راه برای درک کنترل وجود دارد. یکی این توهم است که می توانیم همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشیم. دیگری تمرین مراقبت با حضور و در عین حال رها کردن آنچه خارج از کنترل ماست. تسلیم شدن مسئولیت را نفی نمی کند. برعکس، اعمال ما را عاقلانه تر می کند. وقتی وسواس به نتایج را رها می کنیم، اعمال ما واضح‌تر و مؤثرتر می شوند. عمل آگاهانه، بدون دلبستگی، هدیه‌هایی می شود که به جهان ارائه می دهیم. و وقتی واقعاً تسلیم می شویم، چه اتفاقی می افتد؟ مولانا آن را به عنوان یک دگرگونی خاموش توصیف می کند که حتی نحوه نفس کشیدن ما را تغییر می دهد. چیزهای کوچک درخشش پیدا می کنند. روابط ما عمیق‌تر می شوند. ترس شدت خود را از دست می دهد، زیرا متوجه می شویم که تنها نیستیم. دیدگاه ما نسبت به زندگی تغییر می کند. ما شروع به دیدن نشانه ها، برخوردها و همزمانی هایی می کنیم که قبلا نامرئی به نظر می رسیدند. حس تعلق باز می شود، زخم های قدیمی را التیام می بخشد و شجاعت برای گام های جدید ایجاد می کند. حالا یک تمرین سریع نوشتن پیشنهاد می کنم. یک تکه کاغذ بردارید و 3 جمله بنویسید که با من تسلیم می شوم. هر چه به ذهنتان می رسد را بنویسید. من تسلیم احساس می شوم. من تسلیم اعتماد می شوم. من تسلیم عشق بی حد و مرز می شوم. سپس آنها را با صدای بلند بخوانید. همانطور که آنها را تلفظ می کنید، بدن شما نیت را تشخیص می دهد. نوشتن فکر را به عمل تبدیل می کند. این عمل کوچک را می توانید هر زمان که احساس نیاز به کشف مجدد مرکز خود دارید تکرار کنید. در سراسر این روایت از تصویر اقیانوس و قطره استفاده کردم تا نشان دهم که تسلیم هم تایید و هم انحلال است.
این دعوتی برای نفی خود نیست، بلکه برای تشخیص این است که زندگی در هر بخش از ما جریان دارد. مولانا به ما یادآوری می‌کند که عشق جوهر و حضور است. وقتی آن را میپذیریم با شفقت، صبر و شادی بیشتری شروع به عمل میکنیم. این ویژگی ها به نوبه خود تأثیر ملموسی ایجاد میکنند. روابط بهتر، خلاقیت بیشتر و حس هدفمندی که به شرایط بیرونی وابسته نیست. قبل از نتیجه گیری میخواهم حرکتی را پیشنهاد کنم که میتواند این تمرین را تقویت کند. لحظه‌ای از روز را انتخاب کنید تا چیزی ساده را به کسی ارائه دهید بدون اینکه انتظاری در ازای آن داشته باشید. این میتواند یک تعریف صادقانه، یک عمل مراقبتی، یک پیام محبت آمیز باشد. با بخشیدن بدون انتظار چیزی در ازای آن، شما بخشیدن را تمرین می‌کنید. این کار را به مدت 7 روز متوالی امتحان کنید و مشاهده کنید که چه تغییراتی در شما و اطرافیانتان ایجاد می‌شود. سخاوت نفس را خلأ سلاح می کند و به روش‌های ظریف و قدرتمند عمل متقابل را از جهان هستی دعوت می کند. از آنجایی که ما در مورد تمرین صحبت می کنیم، به یاد داشته باشید که تسلیم نیز یک کار درونی است. این وضعیتی نیست که به یک باره به دست آید. روزهایی وجود خواهد داشت که احساس قدرت و گشودگی می کنید و روزهای دیگری که مقاومت با قدرت باز می گردد. این بخشی از سفر است. به آرامی با عودهای خود همراه شوید، بدون قضاوت تند. هر بازگشت به تسلیم یک پیروزی خاموش است و هر پیروزی، هر چقدر هم که کوچک به نظر برسد، زندگی‌هایی می‌سازد که با آنچه واقعاً می‌خواهید همسوتر است. آرامش، ارتباط و معنا. خلاصه اینکه به گفته مولانا، قدرت عشق یک آرمان دور از دسترس نیست. این یک تمرین روزانه است که با یک تصمیم آغاز می شود. گشودن قلب خود به روی زندگی. تسلیم شدن به جهان هستی، اعتماد به این است که ما همزمان جدا و کامل هستیم، که زخمهای ما می توانند به درد تبدیل شوند و هر حرکت صادقانهای اهمیت دارد. این زندگی با قلب به عنوان قطب نما است، حتی زمانی که مسیر مبهم است. این، بله، گفتن به دگرگونی است، با دانستن اینکه بله، پاسخ را در خود دارد. و شما این تسلیم شدن را چگونه تجربه کرده اید؟ وقتی به باز شدن واقعی فکر می کنید، چه ترس یا رویایی به ذهنتان خطور می کند؟ نام و شهری که از آن هستید را در نظرات بنویسید. به اشتراک گذاشتن تجربه‌تان به دیگران کمک می کند تا کمتر احساس تنهایی کنند. اگر این ویدیو دلتان را به درد آورد، در کانال عضو شوید و اعلان‌ها را روشن کنید تا بتوانیم به پیاده هروی با هم ادامه دهیم. عضویت شما یک حرکت ساده است که این جامعه‌ای جستجوگر و دلسوز را زنده نگه می‌دارد. قبل از خداحافظی، یک لحظه دیگر به خودتان سکوت بدهید. دوباره نفس بکشید، آرام و آگاهانه، و احساس کنید که عشق چگونه می‌تواند هم یک موهبت باشد و هم یک تمرین. در طول روز، نیت تسلیم شدن در برابر چیزی بزرگتر از اضطراب، ترس یا نیازتان به کنترل را در خود پرورش دهید. از چیزهای کوچک شروع کنید. یک لبخند، یک عمل توجه، یک بله شجاعانه. مولانا به ما یادآوری می کند که ما اقیانوسی در یک قطره هستیم. باشد که این یادآوری برای شما آرامش و قدرت به ارمغان بیاورد. باشد که در هر حرکت ساده وسعت خود را تشخیص دهید. از حضورتان و اینکه کمی از وقت و قلبتان را به ما دادید بسیار سپاسگزاریم. در جلسه بعدی شما را خواهیم دید، جایی که به بررسی کلماتی که روح را روشن می کنند و به ما کمک می کنند تا کاملتر زندگی کنیم ادامه خواهیم داد. اگر مایلید این ویدیو را با کسی که امروز نیاز به شنیدن کلامی امیدبخش دارد به اشتراک بگذارید. تا جلسه بعد، و به یاد داشته باشید عشق پلی است که ما را به خانه باز می گرداند.